در مورد کاهش وزن که خیلی بیمارا سوال میکنن یا میگن که خون تو مدفوع دیده شده باشه و بیمار هموروید داشته باشه، کیس‌های زیادی مراجعه میکنن و فکر میکنن که با درمان گیاهی اوکی میشن. نکته اینجایی که کاهش وزن رو باید جدی گرفته بشه. علل زیادتری ممکنه براشون در نظر گرفته بشه و باید اینا حتما بررسی بشن. یک جدول خاص داریم و توی اون جدول باید پیش بریم. در بیماری که مثلا خون تو مدفوعشون دارن، سنشون از یه سن مشخصی بالاتر باشه، حتی اگر هموروید داشته باشن، باید برن برای کولونوسکوپی و باید این معیارها براشون انجام بشه. و یک سن خاصی هم اگه داشته باشن، بازم کولونوسکوپی براشون توصیه میشه. موارد ما شنیدیم که مثلا میگن که بعد از عمل هموروید الان باید بری برای کولونوسکوپی. این خب یه چیز یکم ریر هست و یکم عجیب هستش. معمولا اندیکاسیون های این کولونوسکوپی باید قبل از اینکه عملیات انجام بشه بعد بررسی میشده و بعد از عمل دیگه یه دلیل خون داشته باشه علل دیگه براش مطرح میشه و نیاز به کولونوسکوپی وجود نداره، احتمالش خیلی کمتر میشه.